بعد از مرگ اینشتین که بر اثر ترکیدن شاهرگ آئورت در بیمارستان پرینستون آمریکا در سن 76 سالگی اتفاق افتاد، بلافاصله بدن این دانشمند به سرقت رفت. مغز اینشتین توسط توماس هاروی دزدیده شد و چشم آلبرت به چشم پزشک اون تحویل و بدنش سوزونده شد. مغز فیزیکدان آلمانی آلبرت اینشتین موضوع پژوهش و جستجوهای بسیاری بوده است. اینشتین به عنوان یکی از بزرگترین نابغه‌های قرن بیستم به حساب می آمد و دلیل جلب توجه به سوی مغز وی رابطه میان کالب و چکافی اعصاب و هوش عمومی یا هوش ریاضیاتی بود. مغز او طی 7.5 ساعت پس از مرگش از سر او خارج گردید. مطالعات انجام گرفته پیشنهاد کردند که قسمت‌هایی از مغز که مربوط به صحبت کردن و زبان هستند کوچکتر و قسمت‌های مربوط به پردازش‌های عددی و فضایی یا تجسم بزرگتر هستند. مطالعات دیگری نشان دهنده بیشتر بودن تعداد یافته‌های گلیال در مغز اینشتین هستند. آلبرت اینشتین در 18 آپریل سال 1955 بر اثر آنوریسم شکمی در سن 76 سالگی در مرکز پزشکی دانشگاه پرینستون پلینزبرو در نیوجرسی درگذشت. طبق خواسته او جنازه این فیزیکدان اسطوره‌ای سوزانده و خاکستر او در مکانی نامعلوم پراکنده شد. بلافاصله پس از مرگ اینشتین، مردی با نام توماس استولز هاروی، آسیب شناس بیمارستان پرینستون که بر کالب و چکافی این فیزیکدان نظارت داشت، مغز اینشتین را از بدنش خارج کرد و آن را به 240 قطعه برش داد و بیشتر قطعات آن را بیشتر از 40 سال پیش خود نگه داشته. به گزارش BBC اکنون 170 قطعه از آنها به مرکز پزشکی دانشگاه پرینستون برگشت داده شدند و تحت حفاظت هستند و از آنها مراقبت می شود. 46 تکه نازک دیگر از قطعات مغز اینشتین در موزه موتر در فیلادلفیا در معرض نمایش قرار گرفته است، اما بسیاری از قطعات دیگر هنوز مفقود هستند. چطور ممکن است بسیاری از قطعات مشهورترین مغز تاریخ به سادگی ناپدید شوند؟ پاسخ این سوال به اعتقاد هاروی و دیگران به این نکته برمیگردد که از نظر فیزیکی در مورد مغز اینشتین استثناهایی وجود دارد و اگر تجزیه و تحلیل علمی و مناسبی از مغز او انجام شود به توضیحی در مورد نبوغ اینشتین خواهیم رسید. مغز اینشتین توسط هاروی 240 تکه شد. جالب بدونیم مغز اینشتین 1230 گرم اعلام شد که در مقایسه با همسن و سالهای خودش سبکتر بود. مغز ربوده شده اینشتین 30 سال بعد در کوزه‌ای که زیر کولر داخل یک جعبه قرار داده شده بود پیدا شد. مغز این نابغه دارای بیش از حد متوسط سلول‌های گلیال بوده که مسئول اکسیژن رسانی به سلول‌های عصبی مغز هست. موزه موتر فیلادلفیا که به ترسناکترین موزه دنیا مشهور است، در حال حاضر نمونه‌هایی از مغز اینشتین را در معرض نمایش گذاشته است. بعد از اینکه به دستور هاروی در سال 1955 مغز اینشتین را برداشتند و آن را مانند مکعب بریدند، بعضی از قطعات مکعب شکل از بافت مغز را به 12 مجموعه 200 برش دادند که عرض هر کدام از آنها به اندازه نصف تار موی یک انسان بود. همچنین او قبل از تشریح از زوایای مختلف مغز کامل و دست نخورده عکس برداری کرد. به گفته مجله ساینس، هاروی بدون اجازه از خانواده اینشتین برش‌های مغز او را روی اسلایدهای مختلف نصب کرد و آنها را برای تعداد نامعلومی از محققان ارسال کرد. او امیدوار بود با این کار بتواند پرده از اسرار پنهان مغز اینشتین بردارد. هاروی خود شخصاً رانندگی کرد و بسیاری از این نمونه ها را در سراسر ایالات متحده و بخش‌هایی از کانادا پخش کرد و در این حال قسمت اعظم مغز اینشتین را داخل شیشه‌ای که آن را داخل یک جعبه مقوایی نگه داشته بود در ماشینش پنهان می‌کرد. زمانی که بالاخره سفر جاده‌ای هاروی با مغز این نابغه به پایان رسید، مکعب‌های باقی مانده مغز را به شیشه‌هایی در خانه‌اش منتقل کرد. اگرچه همچنان این نمونه‌ها را با محققان علاقه‌مند به اشتراک می‌گذاشت، اما قسمت اعظم مغز اینشتین را تا سال 1998 نزد خود نگه داشته بود، تا اینکه بالاخره بقایای مغز اینشتین را در سال 1998، یعنی 43 سال پس از خارج کردن آن از بدن آلبرت اینشتین، به مرکز پزشکی دانشگاه پرینستون بازگرداند. به گزارش BBC در حال حاضر دانشمندان فقط زمانی اجازه دارند که مغز این نابغه را ببینند که طرح تحقیقاتی خوبی را به مرکز پزشکی ارائه دهند.
اولین مطالعه روی مغز دزدیده شده آلبرت اینشتین که در سال 1985 در اکسپریمنتال نورولوژی منتشر شد، نشان داد که این مغز واقعا از نظر فیزیکی متفاوت از مغز معمولی به نظر می رسد. طبق گزارش‌ها این نابغه دارای مقادیر بالاتر از میانگین سلول‌های گلیال بود که نورون‌های مغز را با اکسیژن درگیر نگه می‌داشتند. مطالعه بعدی در دانشگاه آلاباما در بیرمنگام در سال 1996 نشان داد که این نورون‌ها نیز محکمتر از حد معمول بسته‌بندی شدند و بنابراین احتمالاً امکان پردازش سریعتر اطلاعات را دارند. 3 سال بعد سومین مطالعه روی عکس‌های هاروی نشان داد که لوبول جداری تحتانی اینشتین پهن‌تر از حد متوسط است که ممکن است او را متفکر بصری‌تر نسبت به سایرین تبدیل کند و اخیراً یک مطالعه در سال 2012 ادعا کرد که مغز اینشتین دارای یک برآمدگی اضافی در قسمت میانی لوب پیشانی خود است، منطقه‌ای که با برنامه‌ریزی و حافظه مرتبط است. و مغز اینشتین پس از سفر 50 ساله و طاقت فرسای خود امروز در موزه موتور فیلادلفیا نگهداری می شود و در معرض دید عموم قرار گرفته است.